دائم على أعدائهم أجمعين والآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن ووفقنا للعمل به. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظیم. پیش از شروع عرائض چند تا نکته رو میخوام عرض کنم. دوستان نمیخوام بنویسن. نکته اول، پایان درس گذشته عرض کردیم که دو تا مطلب هست که قابل تحقیقه و انشاءالله که فرصتی شد حتما اون رو هم به بحث میگذاریم. یک، مناهج الاجتهاد. مناهج الاجتهاد، مناهج جمع منهج یعنی روش. آیا در میان فقهای امامیه یک روش برای اجتهاد استنباط حکم شرعی است یا نه؟ روش‌های مختلفه و انسان باید یه روشی برای خودش انتخاب بکند برای اجتهاد. چنانچه در علم تفسیر قرآن مناهج التفسیر داریم، روش‌های تفسیری داریم. مثلا یکی مثل مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، روش تفسیرش تفسیر قرآن به قرآن هست و از روایات هم بعضا کمک میگیره. اما یکی میاد نه، روش تفسیریش تفسیر قرآن به روایاته. یکی هم روشش روش تفسیر عقلیه. دقت فرمودید؟ پس همونطوری که در تفسیر ما روش‌های مختلف تفسیری داریم، در اجتهاد هم ما مناهج و روش‌های مختلفی داریم. همونطوری که در تفسیر قرآن مفسر یک روشی برای خودش انتخاب میکنه، در اجتهاد هم باید مجتهد روشی رو برای خودش انتخاب بکنه. به نظر من جای این بحث در حوزه‌های ما نسبتاً خالیه. یعنی غالب موارد طلابی که وارد درس خارج میشن از مناهج اجتهاد خبری ندارن. یعنی از همون ابتدا بهش نمیخواهیم نقطه اوج رو نشون بدیم که انشاءالله یه روزی تو هم مجتهد خواهی شد. پس همین اول این مناهج رو بشناس و برای خود یه منهج رو انتخاب بکن. به نظر من یه ضعفه. این ضعف باید در حوزه‌های ما برطرف بشه. این یک نکته. نکته دوم که جلسه گذشته عرض کردیم و جا داره خیلی دقیق و عمیق بحث بشه، رابطه بین کلام و فقه. رابطه بین کلام و فقه. و اگر بخواهیم در سطح کلام بحث بشه، اینجوری عنوان بدیم بهتره: مبانی اجتهاد به فقه. مبانی اجتهاد به فقه چی است؟ که یک مبنا از مبانیش میشه کلام، که آیا اجتهاد ما، فقه ما به چه اموری وابسته است؟ یکی از اون امور چیه؟ کلامه. رو شد مبانی کلامی علم فقه ما میگیم. آیا مبانی دیگر هم داره یا نداره؟ این دو تا عنوان متاسفانه در حوزه کم بهش پرداخته میشه. یکی مناهج الاجتهاد، دیگری مبانی اجتهاد. فرق است بین مناهج و بین مبانی. اگر انشاءالله عمری باشه ما میتوانیم در یک فصل جدید سال تحصیلی مثلا این دو تا مقوله رو به بحث بنشانیم: مبانی اجتهاد امامیه و مناهج اجتهاد نزد امامیه. این هم نکته دوم. نکته سوم در رابطه با شیوه تدریسه. به قول ما طلبا الجمع مهما امکن اولی من التر باشه. بعضی ها
جنبه کمیت درس رو در نظر میگیرن، بعضی ها جنبه کیفیت درس رو میگیرن. به نظر من در تدریس بین این دو جنبش خوبه. دقت کردید؟ یعنی هم کمیت و پیشرفت آدم در نظر داشته باشه، هم کیفیت رو. منتها اگر از من سوال کنید هر دو یکسانن، میگم نخیر. کیفیت مقدمه بر کمیت. عنایت فرمودید هر دو رو در نظر داشته باشیم، ولی کیفیت مباحث نباید فدای کمیت بشه. اما از آن طرف نغلطیم بگیم تو کیفیت اونقدر فرو بریم درس مرچه‌ای پیش بده. دقت فرمودید؟ بعضی میگن 1 سال در رابطه فلان موضوع چا کرده؟ بحث کرده. خب اینم دیگه به اون اندازه ای که حق مطلب ادا بشه به نظر من باید پیرامونش بده. چون خیلی درس ها سطحیه، اینا رو که من میگم تجربه کردم در حوزه. دقت کردید؟ برخی افراد ما میرفتیم درس خارجشون بدها میکردیم، یعنی عیناً میومدن اوروه رو که انه ترجمه میکردن. دقت کردید؟ حالا یه توضیح هم میدادم. خب این که درس خارج نشده. خدا رحمت کنه مرحوم استاد اخلاق ما شیخ علی پناه اجتهادی اصلا یک کتابی نوشته مستندالعروه. مستندالعروه یعنی خواست بگه مدرک این فدافع چیه؟ آیا مدرک آیه هست؟ آیا مدرک روایته؟ آیا مدرک عقله؟ ببین این روش قشنگه. یعنی وقتی یک فتوایی رو میبینه انسان بدونه دلیل این فتوا چیه. پس نکته سوم هم که عرض کردم امروز هم کمیت رو در نظر باشه، هم کیفیت. منتها کیفیت اهم، کمیت مهم می باشد. اینم نکته سوم. نکته چهارم اگه یادتون باشه روز اول ما گفتیم در رابطه با این بحث علوم مقدماتی ما شیوه بحث رو اینجوری شروع کردیم. اگر ما میگیم منابع استنباط احکام شرعی که 4 تاست، کتاب، سنت، اجماع، عقل، ما یک کاسه نمیتونیم بحث بکنیم که مثلا 8 تا علوم مقدماتی یا کنیم اینا معدات چی هستن؟ اجتهاد هستن. نه، علوم مقدماتی برای کتاب و سنت یک سری علومه، علوم مربوط به اجماع یکیه، علوم مربوط به هر چیز دیگری باشه. بله در این بین بعضی از علوم میتونه مشترک باشه بین هم. لذا اگه یادتون باشه ما همونجا علوم مقدماتی رو 2 دسته کردیم. یک سری علوم هستن که مختص به برخی از منابع میشن، اما برخی از علوم هستن مشترک بین این منابع باشه. ما تا به حال به لطف الهی علوم مقدماتی کتاب و سنت رو بیان کردیم. درست شد؟ در رابطه با اجماع هم اجمالا صحبت کردیم. گفتیم که علم کلام از علوم مقدماتی اجماع است، منتها بر مبنای کسانی که اجماع را از باب قاعده لطف حجت می‌دانند، نه کسانی که از باب اجماع تضمنی و حدسی می‌دانند. نه، علم کلام ربطی نداره. درست شد؟ پس تا به حال ما 3 تا منبع رو بحث کردیم: کتاب، سنت و اجماع. ان شاء الله وارد بحث میشیم. اذا عرفت هذه النکات الاربعه، به قول یکی از اساتید النکات دقیقه قدرتتون که شریفه، این نکات های ارزشمند رو که یک کمی از خودمون تعریف کنیم. که یه استادی داشتیم که همش که اذا عرفت هذه المقدمه الدقیقه شریفه العظیمه، هی شروع کرد از این مقدمات تعریف کردن. ما این 4 نکته رو گفتیم که الان میخوام وارد بحث بشیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم.
بحث ما انشاءالله در رابطه با گام چهارم است، معدات لازم. این عنوان بذاریم، معدات لازم در استنباط حکم شرعی از دلیل عقلی. از دلیل عقلی. آقای حمیدی چی میخوام بحث بکنیم؟ در جایی که دلیل ما بر اثبات حکم شرعی کی باشه؟ عقل باشد. آیا این دلیل عقلی هم نیاز به معدات دارد یا نیاز به معدات ندارد؟ خب قبل از پاسخ به این سوال یک مقدمه لازم و واجب ضروری است و آن در رابطه با تاریخچه بحثه. این خیلی مهمه. خدا حفظ کنه استاد ما آیت الله سبحانی رو، ایشون یه روشی رو از مرحوم آقای بروجردی نقل می‌فرمودن. گاهی اوقات بحث از تاریخچه آدم کمک میکنه تا رسیدن به اصل مطلب. آیا عقل به عنوان منبع احکام فقهی هست یا خیر؟ از چه زمانی شروع شده است؟ عنایت کنید. الان تو بحث اجماع ما یک تاریخچه داریم که این بحث اجماع از که شروع شده. اصل ورود بحث اجماع از طرف برادران اهل سنت بوده. دقت کردید؟ بعدها در میان علمای شیعه هم مطرح شده، منتها بعد گفتیم که اجماعی که اونها میگن با اجماعی که ما میگیم با هم متفاوت میباشه. درست شد؟ اینجا می بحث بکنیم که آیا این بحثی که میگیم آیا عقل از منابع احکام هست یا از منابع احکام نیست. از دو منظر میخوایم بحث بکنیم. یک، از نگاه اهل سنت، به از نگاه امامیه. آقای فیاض ترتیب بحث رو دقت داشته باشید. سعی بکنید همیشه بحثایی که مطرح میکنید ورود و خروجش مشخص باشه، دسته‌بندی باشه. آخر درس از آقای زیشان سوال بکنید امروز میخواید سر کی رو تراشیدیم؟ بله، میگه امروز محور بحث موضوع این بوده، این مسائل رو گفتیم. به قول یه بزرگوار فرمود که من که درس رو شروع میکنم اول هم خودم میفهمم هم مستمع، وسطا خودم میفهمم مستمع نمیفهمم، آخر نه خودم میفهمم نه مستمع. دقت کردید؟ حالا نه اینجور نباشه، انشالله طوری باشه که از همون ابتدای ورود تا خروج هممون متوجه باشیم که پیرامون چه میخوایم بحث بکنیم. اما اول که بحثی که باشه بر آیان اهل سنت باشه. در کتب قدیمی اهل سنت هنگامی که ادله احکام شرعیه مطرح می شود، اسمی از عقل برده نمی شود. می گویند ادله احکام شرعیه کتاب است و سنت و اجماع و قیاس. مثلا در کتاب الام با همزه الام شافعی متوفای 204 قمری
که از قدیمی ترین کتاب اهل سنت است، میگوید ادله فقه 5 تاست: کتاب، سنت، اجماع، استحسان. میگه والخامس القیاس. آیا منظور اسمی از دلیل عقلی برده نمیشه؟ همینجور جناب آقای ابو علی شعشی با حمزه باز، متوفای 244، در کتاب اصولش میگوید ادله احکام 4 تاست، 4می آن قیاس است. پس بازم میبینیم اسمی از عقل برده نمیشود. اما جناب ابو حامد غزالی شافعی پس تا قرن 5، عنایت کنید، تا قرن 5 در کتب فقهی و اصولی اهل سنت اسمی از عقل به عنوان دلیل احکام شرعی برده نمیشه. ابو حامد غزالی شافعی متوفای 505 میشه اوائل قرن 6. بعد از او جناب ابن قدامه حنبلی و آنگاه برخی اصولی های اهل سنت تعبیر آوردن که از جمله ادله احکام شرعی که عقل است، اما علی الظاهر مقصود اونها از عقل همون قیاس است. فقط تغییر و تبدیل در تعبیره. درست شد؟ میگه حکمی که در مقیسون علیه هست، دیدیم در مقیس هم هست جهت. پس همون حکمی که برای مقیسون علیه هست عقل میگوید برای مقیس هم باشه. این در رابطه با فقه اهل سنت. همین مقدار فقط داشته باشیم که تا این قرن 4 و 5 نبود، بعدا این تعبیر آورده شده. حالا تحقیق بر این که مقصودشون از عقل آیا همون قیاس است یا قیاس نیست، عزیزانی که دنبال فقه مقارن و تطبیقی هستن میتون دنبالش بره. اما در فقه امامیه اول کسی که در فقه امامیه تصریح میکند که دلیل عقلی حجت است و به عنوان منبعی برای استنباط حکم است، مرحوم سید مرتضی متوفای 436. خب در کدام کتاب؟ در کتاب مسائل الموصلیات، مجموعه کتابی به نام رسائل الشریف المرتضی، جلد 1 صفحه 210. ببینید مرحوم سید مرتضی یک کتاب اصولی داره به نام الذریعه. این بحث این که عقل هم از جمله ادله حکم شرعیه هست، در این خدمتتون کتاب اصولیش نه.
ایشون یک کتاب دیگری داره به نام الرسائل. الرسائل به چی معناست؟ این از اطراف و اکناف بلاد اسلامی گاهی خود سوالاتی از ایشون میکردن، ایشون پاسخ این سوالات رو میدادن. این معروف شد به الرساله. جمع این سوالات تبدیل شده به الرسائل. یکی از اون کتاباش مسائل الموصلیات، یعنی سوالی که مردم موصل عراق از ایشون پرسیدن و ایشون جواب دادن، معروف شده به المسائل الموصلیات. دقت کردید؟ مسائل الموصلیات. ایشون در این خدمتتون از کنم کتاب از کردم جلد 1 صفحه 200 میفرمایند، این عبارت سید بنویسید خوبه: اگر در موردی، یعنی از ایشون سوال شده، اگر در موردی بر حکم شرعی دلیلی در کتاب و سنت قطعی نباشد چه باید کرد؟ دو شد؟ ایشون اینجوری میفهمد: کنا فیها، سید منظور کنا یعنی چی؟ ما طایفه امام میگه کنا یعنی ما امام میگه کنا فیها، فیها یعنی در این حادثه سوالی مطرح شد، موضوعی مطرح شده، ما در کتاب و سنت گشتیم دلیلی برش پیدا نکردیم، چه کنیم؟ دستمون بسته است. فرمود کنا فیها علی ما یوجب العقل. کنا فیها علی ما یوجب العقل. نه با دستمون بسته نیست، به محضر عقل میریم، بعد ببینیم که عقل چه حکم. بعد از مرحوم سید مرتضی جناب ابن ادریس در سرائر، آقایون اگر به اصول فقه مراجعه بکنن، مرحوم مظفر میگه اول کسی از علمای امامیه که تصریح کرد برای اینکه یکی از ادله عقل، مرحوم ابن ادریس در سرائره. نه این با تحقیق تطبیق نداره. قول حق اینه که قبل از ابن ادریس در سرائر مرحوم سید مرتضی که الان عبارتشو خوندیم. دقت فرمودید؟ خب بعد از ایشون، بعد از کی؟ یعنی ابن ادریس، محقق هلی در معتبر، بعد محقق کرکی در رساله طرق الاستنباط الاحکام، بعد از محقق کرکی دیگران الی یومنا هذا. خب دو شد. اینم تاریخچه بحث که آیا کی این بحث مطرح شده است که آیا عقلم جزء منبع احکام هست یا نیست. گفته اول کسی که تصریح کرده مرحوم سید. حالا اینجا این مطلب آیا قبل از سید مرتضی مثل زمان شیخ مفید و قبل از اون مطرح نبود؟ چرا؟ اما تصریح این مسئله نشده بود. اینا فرمودید؟ قبل از اونها اهل بیت علیهم السلام آیا از عقل به عنوان منبع استفاده میکردن یا نمیکردن؟ بله. این دلیل نیست که قبل از این منبع نبود. ما میگیم تصریح کی شده. دقت کردید؟ اگه یادتون باشه یه وقت بحث میکنم تاریخچه علم اصول. بله؟ نوا علم اصول از زمان پیامبر و اهل بیت مطرح بوده. اما نامگذاری که به عنوان یک علم مستقل باشد خدمت از کنیم که بعد از غیبت خدمت
اما اینجوری هست که قبلا نبود. الان ما که داریم میگیم عقل جزء منبع است یا نبوده، میخوایم تاریخچه را بیان بکنیم. یعنی کی این اصطلاح شروع شده؟ پس از زمان مرحوم سید مرتضی. این تاریخچه بحث به عنوان مقدمه. اما اصل بحث، آیا عقل جزء منابع استنباط حکم شرعی هست مثل کتاب و سنت یا خیر؟ ببین بحث دیگه یواشاش باید جمدار میشه. درست شده؟ آیا فقیه میتواند از عقل برای استنباط حکم شرعی استفاده کند یا خیر؟ برای پاسخ به این سوال فقیه باید موضع و مبنایش در چند مطلب روشن شده باشه. آقای فیاض گوش بدید. فلان فقیه میگه من عقل رو برای استنباط حکم شرعی کافی نمیدونم. این برای چی حرف زده؟ یک سری معدات و مقدماتی بود، نسبت به اون معدات و مقدمات اخذ مبنا کرده، نتیجهش این میشه که میگه عقل جزء منابع استنباط نیست. اما فقیه دیگر همون معدات، عناوین و مقدمات رو دید، اخذ مبنا کرد، لذا در استنباط حکم شرعی میگه عقلا همانند کتاب و سنت جزء ادله استنباط حکم شرعی هست. پس بنابراین اگر از ما سوال بکنن که آیا عقل از منابع استنباط هست یا نیست، چه جواب میدیم؟ میگه قبلش یک سری سوالاتی مطرح هست، بی پاسخ شما به اون سوالات چه میبوده باشه. درست شد؟ مثلا آقایون در اصول ربطی به این بحث نداره، بحث میکنن که آیا شهرت حجت یا حجت نمی باشه. حالا یا شهرت فتواییه یا شهرت عملیه. طرف در مسائل اصولی میگه نه آقا شهرت حجت نیست. درست شد؟ شهرت حجت نیست. چرا؟ چون شهرت ظنیه و دلیلی بر حجیت این ظن نداریم و اصل اولیه در ظنون عدم حجیت. بعد همین آقا تو وقتی فقه میرسه، درست شده؟ نسبت به یک مسئله‌ای که آیا مثلا غسل مکفی از وضو هست یا نیست، میگه فقط غسل جنابت مکفی هست اما بقیه نیست. میگیم دلیل چیه؟ میگه شهرت. میگیم تو خودت در اصول گفتی شهرت حجت نیست، چطور الان اینجا ملتزم به شهرت میشی؟ میگیم این فتوا با اون مبنا سازگار نیست. دقت کردید؟ شعری نگیم که در مصرش گیر بکنیم، یعنی در اصول یه مبنا عکس بکنیم اما در فتوا نتونیم پایبند به اون مبنا باشیم. اینجا همینه. الان میخوام بحث بکنیم که آیا عقل هم همانند کتاب و سنت دلیل هست؟ وقتی میگن دلیلن در عرضشا یا نه؟ بله، عقل نمیتونه به عنوان منبع باشه. قبلش باید این چند تا سوال محکم جلوت آورده میشه، میگه پاسخ این سوالات رو بده. بعد وقتی میگه حجتون، محکم بگو حجتون. بعد از این سوال چرا؟ میگه چون من قبلا به سوالاتی کردیم جواب دادم. وقتی میگه لیس به حجتن، وقتی میگیم چرا؟ میگه قبلا من
به این سوالات با دلیل جواب داد. این قشنگه. این میشه فردا میشه حجت شرعی. یعنی اگر میگم حجت است چرا؟ اگر میگم لیس به حجت چرا؟ خب یواش یواش خودمون آماده کنیم بریم به سمت این عناوین و به سمت این سوالات. عنوان اول، عقل یعنی چه؟ ما 3 دقیقه میخوام بگیم عقل یعنی چی؟ یعنی این سوالات مهمه. عقل یعنی عقل دیگه. دقت کردی؟ نه. عقل یعنی چه؟ پاسخ. 3 گرایش حداقل در امامیه در تعریف عقل وجود دارد. خب اینایی که اهل تحقیق هستید انشاءالله که هستید بعداً برید پیدا بکنید. 1 العقل عند الفلاسفه. بله؟ این فردا چجوری آقایون میتونه تعریف بیاره یا نه؟ اصلا فیلسوف عقل رو چی تعریف میکنه؟ 2 العقل عند الاخباریین. اخباری عقل رو چی تعریف میکنه؟ 3 العقل عند مکتب تفکیک. اینا میگن مراد از عقل عقل فطریه، نه عقل فلسفی و نه عقلی که اخباری میگه، عقلی که من میگم. خب خیلی مهمه که شما اصلا عقل رو چی معنا میکنید. هر تعریفی که اینجا اخذ کردی، بله، اخباری میاد عقل رو یه جور تعریف میکنه، بعد اصلا ریشه عقل رو میزنه، میگه اصلا عقل نمیتونه از منابع استنباط حکم شرعی باشه. ان الدین لا یصاب بالعقول. کدوم عقل میگه؟ عقل بشری، عقل فلسفی. این نمیتواند دین رو جا کنه، به کنه دین برسه، پس نمیتونه استنباط حکم شرعی. اما از این طرف مشهور قاطبه فلاسفه ما میگن عقل میتواند بله درک بکنه. او میگه نمیتونه، این میتونه، میگه میتونه. مکتب تفکیک اومده میگه نه تعریف فلاسفه و نه اخباری، عقل اونی که من دارم میگم. چون فلاسفه و اخباری که یکی دقیق میکنه مراد از عقل رو میگه عقل برهانی. فلسفه میگه عقل برهانی داریم میتونه دین رو درک کنه، بله. اخباری میگه ما عقل برهانی نمیتواند، چون عقل برهانی کیه؟ صغرا کبرا رو خود بشر داره درست میکنه، با فکر بشری ما نمیتونیم به دین برسیم. لذا برای درک دین باید کدام سمت بریم؟ کتاب و سنت. مکتب تفکیک میگه نه، مراد از عقل برهانی و نظری نیست، عقل فطری است که مؤید به کتاب و سنت باید باشه. خب جناب فقیه شما کدوم عقل رو قبول دارید؟ عقل فلسفی، عقل عند اخباری یا عقل عند مکتب تفکیک؟ درست شد؟ اینجا پاسخ بده. هر جا اخذ مبنا کردی میتونی خدمتتون اونجا هم جواب بدی. خب من به نظرم خدمتتون از کنم که یه توضیح مختصر میخوام در رابطه با مکتب تفکیک بدم. فقط یه حاشیه است
برای معرفت بیشتر و اطلاع بیشتر آدرس میذارم که کجا مراجعه کنید. یه تذکر یادداشت بفرمایید. اخباری ها به تعبیر دیگر ظاهرگرایان امامی، اسم دیگر اخباری ها چی میگن؟ همین به ظاهر آیات و روایات در باب فروع دین با عقل و عقلانیت در باب اجتهاد مخالفت کردن و به ظواهر آیات و روایات بسنده کردن. اما مکتب تفکیک در باب معارف و اعتقادات در برابر عقل فلسفی موضع گیری کردن. خب آقای منظور الان میگیم چرا به اینا میگه مکتب تفکیک. مکتب تفکیک میگه آقا عقل فلسفی و برهانی که فلسفه میگه این در اعتقادات به درد نمیخوره. نه شده؟ پس اعتقادات رو چجوری ورود پیدا بکنید در باب اعتقادات؟ میگه با عقل فطری وارد بشی. عقل فطری که کمک میشه به کمک آیات و روایات. اینی که میگه ان لله علی الناس حجتا ظاهره و حجتا باطنه. حجت باطنه عقل فطریه، نه عقل استدلالی و برهانی. اینجا هم میام خدمت از کنم که چی میگن پای استدلالی چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود. میتازن به خدمتتون از کنم که عقل فلسفی. ادامه بدید. واژه تفکیک اولین بار جناب دانشمند محترم محمد رضای حکیمی در کتاب مکتب تفکیک خود صفحه 46 به کار برده است. ایشون معتقدند مکتب تفکیک می آید جداسازی می کند بین سراح و روش معرفت شناسی رو. قبل از اینکه بگم جناب حکیمی میفرماد که آقای حکیمی کتاب الحیات رو هم نوشته، دقت کردید؟ ایشون میگه آقا راه و روش معرفت یعنی رسیدن به مبدأ، رسیدن به معاد و اصول دین، ما 3 روش برای معرفت داریم. آیا این 3 روش همه یکی میشه یا یکی کمک دیگری میشه؟ مکتب تفکیک میگه نخیر، باید چا کنید؟ جدا بکنید. اینات کنید 3 روش پس برای چیه؟ معرفت است. 1 راه و روش قرآن، 2 راه و روش فلسفه و برهان، 3 راه و روش عرفان. آیا حمیدی چی گفتیم؟ قرآن، برهان، عرفان. درست شده؟ یه وقت
عارفان میان خدا رو اثبات میکنن یا روشی دارن، یه وقت فلاسفه میان با برهان و استدلال میخوان خدا رو اثبات میکنن. یک راه هم قرآن میاد راه نشون میده که انسان چگونه معرفت به مبدأ و معاد پیدا کنه. درست شد؟ ایشون میگه آقا ما 3 تا روش داریم: قرآن، برهان، عرفان. ادامه بدید. مکتب تفکیک هدفش این است که جدا کند بین روش درست که همون شناخته‌های قرآنی که او تعبیر میکنه روش سره. سره یعنی چی؟ روش درست، خالص. روش واسه ترتیب تعبیر کردیم روش سره و خالص، یعنی اون روشی که بی خل و غش انسان رو به شناخت میرسونه، با روش‌های ناسره و ناخالص که عبارت است از روش برهان و عرفان. مای فیاض روشن شد؟ به این میگم مکتب تفکیک. تفکیک یعنی چی؟ جدا کردن. درست شد؟ میگه آقا راهی که شما رو میتونه به مبدأ و معاد برسونه، راه معرفت، اون عقل فطریه که عقل فطری منطبق با قرآن میشه. دقت کردید؟ این عقل فطری به برکت قرآن شما رو میتونه به معرفت درست برسونه. این میشه روش سره و ناخالص. چی خالص؟ اما معرفتی که منشأش چی باشه؟ برهان باشه. برهانی کی درست میکنه؟ انسان. دقت کردید؟ این ساخته بشر کجا؟ اما عقل فطری رو کی داده؟ خدا. درست شده؟ میگه بین این دوتا متفاوته. میگه از راهی برو که مطمئناً درسته. عرفان چیه؟ بله؟ عرفان یک تعبیری اونها دارن که عرفا میگه من لم یزق، کسی که نچشیده باشه نمیرسه. دقت کردید؟ میگه این عرفان هم این چیزایی که معلوم نیست، بعضی چیزایی که میگن عرفان مطابق با واقع باشه یا نباشه. پس مکتب تفکیک اومده روش معرفت رو از هم جدا کرده. پس چرا مکتب تفکیک رو میگن مکتب تفکیک؟ تفکیک در لغت به معنای جدا کردن. اول کسی که اومده این عنوان رو گفته جناب آقای حکیمی در کتاب بله تفکیک گفته. خب این مکتب تفکیک از کجا نشأت گرفته؟ یادداشت کنید. مکتب تفکیک در خراسان شکل گرفته است که هدفشون جدایی عقل فطری یا معرفت قرآنی از معرفت برهانی و عرفانی بود. مرحوم سید موسی زرآبادی قزوینی، مرحوم سید موسی زرآبادی قزوینی متوفای 1353 قمری و میرزا مهدی غربی اصفهانی
متوفای 1365 قمری را میتوان از پایه‌گذاران این مکتب دانست. خب پس این مکتب تفکیک از کی پایه‌گذاری شده؟ از قرن 13. دقت فرمودید؟ الان تقریبا مثلا حوزه مشهد رو میگن مکتب چی هست؟ تفکیکی هستن. این که همشون علما این باشن، چون از دوست قرن این طرف اومدن خدمتتون از کنم. لذا اونجوری که فلسفه و برهان در حوزه قم رواج داره در حوزه مشهد نداره. لذا اول کسی که از کردم چی بوده؟ سید موسی زرآوردی بوده، بعدش میرزا مهدی قروی اصفهانی بوده، بعدش آیت الله شیخ مجتبی قزوینی بوده رضوان الله تعالی، بعد شیخ هاشم قزوینی بوده، مرحوم آیت الله میرزا جواد آقای تهرانی رضوان الله تعالی علیه از بزرگان حوزه مشهد بود که حقیقت به دست ایشون معلم شده. ایشون از جمله کسانی است که سخت مدافع همین مکتب تفکیک است. یک کتابی هم نوشته عارف و صوفی چه میگوید. عارف و صوفی چه میگوید، یعنی کتابی اصلا بر رد عرفان و صوفیه نوشته. بعدش مرحوم محمد رضای حکیمی و الان هم بزرگواری است که ما ارادت بهشون داریم، جناب آیت الله سید جعفر سیدان که الان در قید حیات هم می باشد. خدمه اینا هم از اون کسانی که معتقد به این مکتب می باشد. با اطلاع جوادی هم بودیم. دقت کردید؟ این هم سیر تاریخی مکتب. بفرمایید. روشن شد؟ عرض می شود که اینا آمدن چی رو رد کردن؟ معرفت برهانی و معرفت عرفانی. گفتن نه، معرفت باید معرفت چی باشه؟ فطری و مؤید به قرآن و حدیث باشه. خب پس الان عقل چند تا معنا پیدا کرد؟ عقل اندل فلاسفه، عقل اندل اخباری. خود فلاسفه میشه اون عرفان هم زیر مجموعه فلسفه. العقل عند الفلاسفه، العقل عند مذهب تفکیک. خب شما فقیه عقل رو چجوری معلوم میکنید؟ بله اینجا باید اخذ مبنا بشه. اینی که گفتم که اون عرفان زیر مجموعه کیه؟ خدمت شما عرض کنم که همون فلسفه میشه، چون فلسفه خودش 3 قسم میشه: فلسفه مشاق، فلسفه اشراق و فلسفه به عنوان حکمت متعالیه که مرحوم صدرالمتعلقین باشه. همین اینا در مجموع میشه فلسفه. دقت کردید؟ پس اولین کاری که خدمتتون عرض کنم که باید بشه اخذ مبناست که عقل رو شما چجور معنا میکنید. حالا عقل عند العقلا چیه، حکما چیه، اخباری چیه و مکتب تفکیک کدوم میباشد، اینو دوستان خودشون برن تحقیق کنن به دست بیارن. حالا ما میگیم انشاءالله ما که میخوایم بحث بکنیم عقل عند الفلاسفه است که همون عقل برهانیه. درست شد؟ پس کسی که عقل برهانی رو قبول ندارد تو این نظام ما که آیا عقل از منابع احکام هست یا احکام نیست، یا اخباری جا نداره. چرا؟ چون اصلا ایشون عقلی که فلاسفه میگه قبول نداره. مکتب تفکیک هم در این بحث را نداره، چون اصلا ایشون عقل نه فلسفی رو قبول داره نه اخباری رو قبول داره. خود ایشون باید اخذ چی بکنه؟ اخذ مبنا بکنه.
این عنوان بفرمایید اول، یا بفرمایید سوال اول. یعنی اگه میخوام اونجا پاسخ بدید اینجا باید عکس بفرمایید مبنا کرده باشید. عنوان دوم، این عنوان بنویسید، توضیحش انشاءالله فردا. دیدگاه‌های علمای امامیه درباره عقل در فقه. بله؟ تازه اونایی که عقل فلسفی میدونن آیا در فقه هم یه دیدگاه دارن یا نه در فقه میرسن دیدگاهاشون عوض میشه. اگر خدا عمری بده برای جلسه فردا. پس بنابراین ما ریل بحث رو گذاشتیم، دقت کردید. اگر میخوایم انشاءالله به مقصد برسیم باید به این مقدمات و عناوین دقت داشته باشیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.